سینما تا گارسون هتل. اگر ما حمایت مالی نشویم دست به تفنگداری خواهیم زد. روحی 1398. رسول ایمان یکی از موفق ترین سینماگران افغانستان که 32 سال برای سینمای افغانستان فعالیت و اصرار آفرین شد و بهترین فیلم های افغانی را به دست نشر سپرد. ولی حالا گارسون هتل چرا؟ آقای ایمان در یک ویدیوی خداحافظی در صفحه فیسبوکش چنین گفت: بی ارزشترین بخش در افغانستان بخش سینما و سینماگران هست. آقای ایمان در ضمن گفته‌هایش تسلیت گفت برای خانواده بزرگ سینما و از درگذشت بهترین سینماگران از جمله غفار قطبیار، آصف جلالی و آقای فراخ اظهار تسلیت نمود و برای خانواده بزرگ سینما تکرار نشدنی خواند. وی میگوید که در روز خاکسپاری بهترین شخصیت‌های هنری باید رئیس جمهور و رئیس اطلاعات فرهنگ حضور داشته باشد و نیز در گفته‌های خود میگوید اگر ما از سوی دولت و حکومت افغانستان حمایت مالی نشویم دست به گروه بازی و تفنگداری میزنیم تا بتوانیم در حکومت جایگاهی داشته باشیم. و همچنان در کشورهای دیگر از فیلم و هنر افغانستان خیلی تشویق و طرفداری می شود، ولی در افغانستان اصلا مورد احترام و دید و بازدید قرار نمی گیرد. و همچنان گفته است که عایداتی که از هر فیلم به حکومت افغانستان داده می شود به دسترس سینماگران قرار نمی گیرد. و در اخیر با جهان هنر و سینما خداحافظی کرد و گفت که دیگر هیچگاهی به پرده سینما ظاهر نخواهد شد. د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.